شوینده برای پوست خشک چی بزنیم؟ ژل میتونیم بزنیم. فوم بهترین حالت برای پوست خشکه چون یه کف آماده است. خیلی دیگه حالت کشیدگی، سوزش و گزگز نمیده به پوست. کرم شستشو هم هست. تونر بزنیم ولی تونرمون فرق داره. تونرمون حاوی یه سری مواد دیگه است که پوستمون رو خیلی خشک نکنه. مثلا میتونه توش میگم ویتامین B5 باشه، B3 باشه، دیگه پانتنول باشه که ضد حساسیت، ضد التهابه. ضد آفتابمون اشکالی نداره اگر مثلا ژلی بود، اگر روغنی هم بود. اتفاقا روغنی باشه برای ما خیلی دلچسب‌تره. پوستمون رو یه کوچولو مرطوبم میکنه. میتونه چی باشه؟ فلویدی باشه. وقتی ضد آفتاب من فلویدی باشه، یه کوچولو هم توش چربی داشته باشه، خیلی سبک‌تره روی پوستم. یه رطوبت هم به پوست میده. بچه چرا میگم فلویدی؟ فلوید یعنی بر پایه آبه. پوستمون رو یک کوچولو رطوبتش رو حفظ میکنه. آبرسان من میتونم استفاده بکنم. سرم های هیالورونیک میتونم استفاده کنم. بله اصلا باید استفاده بکنید. شما قبل از خواب صورتتون که میشورید باید درمانی برای پوست استفاده کنید. سرم های آبرسان، سرم های هیالورونیک اسید، سرمایه مثلا پپتاید که کلاژن سازن. اصولا محصولات که روش می‌نویسه پپتید یا پپتاید اینا همه کلاژن سازن.